به نام خدا. سلام. این ویدیو دوم کانالمونه، آموزش لمکاری. خب حالا لمکاری اول مقدمات چی میخواد؟ این هویه نوکش خرابه، در جنس خیلی خوبیه. این هویه گردن مثل پنجره عالی. حالا این قسمت بعدی ما باش میذاریم. مقدمات لمکاری چیه؟ سیم لیم میخوایم. این سیم لیم هم بسیار انجازش خوبه. سیم لیم بهنیکس، البته چیه ما نشدن بده. خب تبلیغ هم نشه. سیم لیم بهنیکس 63%، 63 37 صدام چی قلشه، با 20% هم چی فلاکسشه. 8 هم سیمش. سیم برای لمکاری بهترین 8 همه. حالا اینم برای کار هیتره، خمیر قلم مکانیک. حالا اون میرسیم بعدا. خب روان لم چه مارکی ما بخریم؟ بین اینا گیرید دیگه. این سه مدل کدومش بهتره؟ حالا این ما میاریم. این نظره بین این سه مدل گیرید کدومو بخرید. وسیع در کارتون چیه؟ خب برای اگه چیای حساس نیست اینو بخرید. ارزونه، بی کیفیته. قبول دارم. اینا انگار روغن خونه داخلش کردم. کیفیت خاصی نداره، بدک نیست، متوسط روغن لیمه. حالا این باید جنسش بهتره، ولی این نه، این جنسش اصلا خوب نیست. روغن جامد خون داخلش کردن، تعریفی نیست. خب این دوتا روغن لیمه بسیارن جنسشون خوبه. خب حالا بین این دوتا روغن لیمه بعضی گیرن. این روغن لیمه راست بشنم ولی جنسش خیلی خوبه. این روغن لیمه مدل سفت میشه بعد اینکه چیزا ما اینکه گربش میکنیم نگاه کنید آب میشه. این روغن لیمه برای بردینا خیلی به درد میخوره، یعنی برای کار حساس عالیه. این روغن لیمه نه برای جایی که مثلا سیم مثلا سایز 10 هست، 10 میلی اینا، که یعنی باید خیلی استحکام بالا داشته. این چون موقع سرد میشه انگار سنگ میشه، برای استحکام بالا. خب حالا ما از این استفاده میکنیم با این سیم لیم و این خوبیه. 40 بود از نظر من بهترینه برای کار. خب حالا ادامهش ما میدیم. خب حالا ادامه کار شروع میکنیم. همه مثلا مشکل دارن دیگه، مثلا یه سری مشکل دارن برای باتری لیتیومی میخوان لهیمش بکنن، لهیم نمیگیره بهش. خیلی این مشکل دارن. خب بسیارا این بچه ها این مشکل دارن. ما این بر خیلی سخت داره. شروع میکنیم از این بر. اول برای بهترین کیفیت بگیره ما اینجا یکم ببینید ما یکم خراش میدیم با کاته. ما خراشمون رو داریم، یه دستی هم میکشیم براداش بره. بعد ما میذاریم یالا دیگه سرپیچ باشه برای نگهش بداره، هولدر باتری دیگه سیم لیم میکنیم. خب حالا این روغن لیمه برای باتری، این روغن لیمه برای باتری این روغن لیمه به درد نمیخوره، فقط این. خب ما الان این روغن لیمه اینجا یکم چیش میکنیم، بقیه‌اش هم برمیداریم یعنی داخل ظرف. این طوریه قضیه. الان باتری نگاه کنید، ما این هویه رو روش قرار میدیم، 6 ثانیه صبر میکنیم. 1 2 3 4 5 هم خوبه. بعد اینطوری سیم لیم میایم بهش تزریق میکنیم. الان شروع میکنیم. خب الان این هویه الان این چیه به خودش گرفت، این قله سخت هم گرفت. خب حالا برای ادامه کار، برای لیمکاری اینا بهترین چیز سیم سیلیکونه. گیرتونم میاد، خیلی هم با کیفیت و عالی، نسوزنه. خب ما الان اینو چی میکنیم؟ حالا اول بعد با دست چی کنیم برای بهترین بگیره، یه جوری که دیگه اصلا کنده نشه تو عمرش. میذاریم داخل چی؟ روغن لیم. خب بعدش اینو میگیریم. الان میبینید دیگه، ها کنید وزن کل باتری نگه داشته. وزن کل باتری نگه داشته. خب الان وزن کل باتری نگه داشته. تکونش بدیم نمیافته. اینا دارم میچرخونم مثل سنگ صفر شده. اینا ها کنید دیگه به زور کشیدم کنده شد دیگه، اون قدم دیگه نمیتونه تموم بیاره. ما الان این باتری رو چی میکنیم؟ حیف نور باتری. خب آقا ادامه کارمون شروع میکنیم. خب الان باتری که یاد گرفتید بهترین چی باتریه. خب ادامه کارمون میریم با لیمکاری. یه برد رو میاریم
برد آشغالیه. خب نگاه، معمولا این برده معمولا برای این برده باید برده قدیمی اینجا قبلش ما روغن لیم بزنیم برای بتونیم قهوه مرده است. خب ما اینجا اوویه رو میگیریم تا داغ باشه، یکم بهش قهوه اضافه میکنیم. همه این پایه. خب قلقشو میارم. قلقشو معمولا از سر نسوز روش بندازید خیلی بهتر میشه. خب ما این نوکر رو ما این چیه رو چیش میکنیم، قهوه رو آبش میکنیم. خب آب شد، یکم داره برده میچرخه. انشاءالله قسمت بعدی ما آموزش ساخت پایه برای برد. کل قلب کشید، با همین روش برید کل قلعه رو این را کنید. کل قلعه یکی از پایه رو کشید، مثل روان داغ بود. کل قلعه پایه رو کشید یا بکنید که کلان قلب. خب این هم بود از آموزش لیمکاری. خوب بود، عالی بود دیگه. خب یه 40 وات بخرید خوبه. تیم من به اینیکس و تمام. ممنون. لایک و ساب یادتون نره، کامنت بذارید، از ما حمایت کنید تا ما کانال رو بره بالا، چیز خیلی جذاب تر براتون میذاریم. خدا یک پروژه ما داریم، اگه این ویدیو به حدوداً 200 لایک برسه، 200 لایک فقط، یک آموزش ما داریم آب ما براتون تبدیل میکنیم به گاز. واقعیه، براتون با آزمایش میام داخلش آب خوردن آب میخوریم میریزیم داخلش. واقعیه براتون انجام میدیم و نشونتون میدیم. آب تبدیل میشه به گاز و خیلی پروژه باحالیه. ممنون. خدا نگهدار. لایک و ساب یادتون نره، لایک ها رو به 200 برسونید که اون ویدیو رو بذاریم. ممنون. خدا نگهدار.